شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد مغازه نجاری شد. نجار معمولاً بعد از تعطیل کردن مغازه برخی از وسایلش روی میز جا می‌ماند که آن شب هم یک اره بزرگ و بسیار بارنده روی میز جا مانده بود. همینطور که مار برای خودش گشت و گذار می‌کرد، ناگهان به اره گیر کرد و بدنش کمی زخمی شد. او خیلی عصبانی شد و برای دفاع از خودش اره را گاز گرفت که موجب خونریزی دهانش شد. او نمی‌فهمید که چه اتفاقی افتاده و فکر می‌کرد که اره دارد به او حمله می‌کند و مرگش حتمی است. بنابراین تصمیم گرفت با شدت به او حمله کند. سپس خودش را دور اره پیچاند و سعی کرد با فشار دادن او را خفه کند. صبح که نجار آمد، لاشه ماری بزرگ و خونالود را روی میزش دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده بود. اغلب ماها نیز در لحظه خشم می‌خواهیم دیگران را برنجانیم، اما بعد متوجه می‌شویم که جز خودمان کس دیگری را نرنجانده ایم.